بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. توفیقی است بحمدالله در محضر سخنان نورانی امیرالمؤمنین زانوی ادب زده ایم و از نامه 31 حضرتش در منشور تربیت بهره میبریم. الان سخن به این قسمت رسید که حضرت میفرماید و من لم یبالک فهو عدوک. در لابلای این سخنان نورانی به ادب دوستی و رفاقت اشارات متعددی شد، من جمله این قسمت. به طور کلی دوستی و رفاقت همان گونه که دیروز اشاره کردیم لازمه اون صداقت است. به همین خاطر به دوست صدیق میگوییم. لازمه صداقت این است که در شرایط مختلف زندگی دوستان را رعایت کنند، خصوصا اونجا که آدمی حاجت بیشتر به رعایت و ملاطفت دارد، یعنی در شدائد و دشواری ها، زمین خوردن ها، گرفتاری ها و ابتلاعات. دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی. هنگامی که دوستی ادعای صداقت کند اما در روز حاجت صحنه رو خالی کند، پشت ما رو خالی کند، رهامون کند، نمیتوان چنین انسانی رو دوست دانست و شاید به نوعی نفاق در این برخوردها دیده شود و احتمال دوستی حتی به نیرنگ و دشمنی هم بدل شود. این نکته مهمی است که در اینجا امام اشاره می‌فرماید. فرمود و لیس و من لم یبالک فهو عدوک. آن کسی که توجه و التفات به حالات تو نمی کند، اهمیتی ندارد حال تو برای او. اگر تو دردی داری، اگر ابتلایی داری، هیچ التفاتی، بال به معنای التفات، هیچ التفاتی به تو نمی کند، اهمیتی به تو نمی دهد. فهو عدوک. چنین کسی نمیتواند ادعای دوستی و رفاقت با تو داشته باشد، بلکه حتی احتمال آن میدهد که دشمن تو هم باشد و به نوعی در جامعه دوست خود رو نشان میدهد، و حال این که در پس اون سوء نیت است. قد یکون الیأس ادراکا اذا کان الطمع هلاکا. قسمت دوم. امام می‌فرمایند گاه یأس و نومیدی به معنای به دست آوردن و رسیدن به خواسته است، کما این که گاه اذا کان الطمع هلاکا، هنگامی که در شرایطی که طمع و فزون خواهی موجب هلاکت انسان می شود. این هم نکته ظریف نفسانی است که حضرتش اشارت می‌فرمایند. فرمود قد یکون الیأس ادراک. نوعا انسان ها دوست می دارند که همیشه بعد ایجابی باشد، همیشه وجدان یافتن و رسیدن باشد، اما به یقین در بسیاری از موارد فقدان، نبودن، نرسیدن، نیافتن برای انسان خیر و فضیلت بیشتری دارد. اون گونه نیست که همیشه اگر ما هر حاجتی و هر خواسته‌ای داریم موفقیت ما آن باشد که به اون خواسته و حاجت و اون ضرورتمون برسیم احیانا که در ذهن ماست. چه بسا خواستها عزیزان و نیازهایی که در وجود انسان حقیقی نیست، نیاز کاذب است، حسابگرانه نیست، حکیمانه نیست، معتدلانه نیست. خدا کند که به چنین خواسته هایی هرگز نرسیم و چنین آرزوهایی برای ما جامعه عمل نپوشد و در پی سعی رسیدن به آن هم نباشیم. اون خواسته و میلی که با سنجش، با محاسبه حکیمانه، با رعایت حدود است، بسیار عالی و تمنای اون میکنیم که بدان برسیم.
اما بسیاری اوقات اینطور نیست. ما حسابگری لازم رو نکردیم، دقت و مراقبت یا اون حکمت لازم رو در انتخاب این خواسته مطلوب خودمون نداریم. اینجا جایی است که هنگامی که به چنین خواسته میرسیم جز زیان و دردسر برای ما نخواهد بود. به خاطر دارم بزرگی رو در سالهای دیرتری میفرمود که خواسته ای رو مثلا با شرایط ویژه‌ای در سالهای متمادی از حضرت باری تعالی طلب می‌کردم و با حالت بکا و حزن به من می‌فرمود که خدایش رحمت کناد. می‌فرمود که تا امروز تمام ابتلاعات زندگی من از همان خواسته است و تمام گرفتاری‌های زندگی من و مشکلاتی که برای من به دنبال پیش آمده است از همان نکته است که با آن رسیدم. امام این نکته مهم رو بازگو میکنن که قد یکون الیأس ادراکا. گاه همین که انسان مایوس باشد و به خواسته ای نرسد این عین رسیدن است. به دلیلی که انسان چرا میخواد ادراک کند یه خواسته ای رو که خب توفیقی بیابد، به لذتی برسد، به عرض به خدمتون خیری، موفقیتی برسد. اما اون ادراکی که موجب زمین خوردن انسان است آدمی رو از مسیر درست و صواب دور می کند. اگر نگاه‌های بالاتر داشته باشیم گاه موجب فقدان موفقیت معنوی برای انسان میشه، کمال روحی رو از انسان میگیرد بعض از چیزها و یافتنها. ای کاش خدا میکند که چنین ادراکی دست ندهد و آدمی مایوس از دست یافتن مسیر خودش رو عوض کند و در وادی و سوی دیگری تلاش کند و فکر کند. این مطلب حضرت عمیق بنیادی است، خیلی حاجت به این دارد که انسان در طلبهاش تجدید نظر کند، در مطالباتش با صافی حکمت و عدالت بسنجد. اگر واقعا این خواسته‌ای که داریم مبتنی بر حکمت و عدالت است بکوشیم، بجوییم، بپوییم، عوامل مادی اون رو فراهم کنیم، عوامل فرامادی اون رو هم به تضرع و ابتهال از درگاه خداوند سبحان. اما اگر این چنین نیست رها کنیم، دست از این ادراک و خواسته برداریم، یأس و نومیدی رو ترجیح بدیم از رسیدن به چنین خواسته‌ای. بعد یه اشاره‌ای و یه راهنمایی حضرت می‌فرماد که اذا کان طمع و هلاکا، نوع این خواسته های این چنینی که خدایی کند نباشد در جایی است که انسان‌ها به فزون خواهی و طمع مبتلا میشن که چنین حالتی موجب هلاکت و موجب زمین خوردن آدمی میشود. یعنی همون که اشاره کردم، از اعتدال و حکمت به در میرود آدمی در خواسته های خودش و در مطالبات و در هدف گذاری خودش. لیس کل عورت تظهر ولا کل فرصت تصاب. سومین جمله امروز، لیس کل عورت تظهر. این هم عجیب جمله تکان دهنده است. این چنین نیست که هر عورتی ظاهر باشد، آشکار باشد. کلمه عوره در لغت عرب به معنای نقطه ضعف، محل نفوذ دشمن. یه روزی منافقان به پیامبر اونها که می‌خواستند نبی مکرم رو در صحنه‌ها تنها بگذارند و به کامهای خودشون به شکست پیامبر برسند، در ماجرای احد اومدن اطراف پیامبر گفتن یا رسول الله ما نگرانی داریم از مدینه و خانه‌های خودمون. یقولون ان بیوتنا عوره. گفتن خانه‌های ما در مدینه عورت است، یعنی امنیت کافی ندارد، محل نفوذ دشمن دارد. اجازه بفرمایید بریم مدینه، خانه‌های خودمون رو درست کنیم، امنیت لازم، سیستم امنیتی نصب کنیم، بعد بیایم خدمت جناب عالی برسیم، بجنگیم و جهاد کنیم. خداوند فرمود و ما هی بعوره. چنین نبود. ان یریدون الا فرارا. اینها جز گریختن از جنگ هدف دیگه‌ای رو پیامبر ندارند. کلمه عوره در این آیه شریفه معنای چه به کار برده می شود؟ به معنای نقطه ضعف، نقطه نفوذ دشمن. هر عیبی در وجود انسان که کمینگاهی برای دشمن و زمین زدن انسان است میشه عوره. پس عوره یعنی عیوب درونی انسان، عیب‌هایی که در وجود ما، نقاط ضعفی که در وجود انسان موجب مانع، به اصطلاح مانع موفقیت و رسیدن به کمالات برای انسان میشه. و اگر در ذهن مبارکتون هست که به بعض از نقاط و مناطق وجودی انسان هم عوره گفته می شود، یعنی به تعبیر زیبای پارسیان به شرمگاه آدمیان
عورت گفته می شود، علت همینه، چون از مهمترین راه های نفوذ شیطان در وجود آدمیان شهوات جنسی، غرایز جنسی است. به همین خاطر به اسباب و ادوات اون عورت گفته می شود که باید کاملا مراقب این نفوذ شیطان بود. خب برمیگردیم به سخن امام. کلمه روشن شد. لیس کل عورت تظهر. این گونه نیست که همه عیوبی که در وجود شماست ظاهر و آشکار باشد. بس عیوبی در جان و وجود شماست که شما خود هنوز واقف به آن نیستید. این تکان دهنده است. نمونه مادی اون رو من عرض میکنم، نمونه جسمی اون رو تا به روح برسیم و عیبی که حضرت بازگو میکنن بیشتر متوجه باشیم. ببینید عزیزان، گاهی انسانی دعا میکنیم که خداوند همه بیماران و همه ملتمسین رو جامعه عافیت بپوشاند انشاءالله. یه بیماری است که این مبتلا شده است به یه سرطان و کنسر شدیدی، اما نفهمیده، مرحله 1 و 2 و 3 و 4 رو گذشته، حالا تو مرحله 5 متوجه میشه، درد رو میکند، تظاهری نداشته این سرطان، آرام و خزنده بوده است. الان که پیشرفت کرده، این به قول آقایان متاستاز داده، بخشای عظیم رو گرفته، حالا دردها و ابتلاعات و آثار بیرانی اون مشخص میشه. چیکار میخواد بکنه طبیب؟ تا که باز میکند این سینه رو، میشکافت، جراح محترم سری میبنده، میگه نمیشه دست بزنیم بدتر میشه این حالات. نه پرتو درمانی اثر میکند، نه جراحی اثر میکند، دیگه تسلیم مرگ است و قضا. این دردی است که پنهانه، وقتی آشکار می شود که دیگه کار از کار گذشته است. در وجود و در روح ما هم عزیزان این چنینه. پاره از عیوب و نقاط ضعف رو داریم که شاید برای خودمون روشن نشده است. توی یه صحنه قرار میگیرید، یه نزاع و تزاحم و اختلاف پیش میاد، یه مشکل خانوادگی پیش میاد، یه مشکل مالی و اقتصادی با یه مسلمان پیدا میکنید. بعد خدای ناکرده از انسانی که گمان میکرد که بالاخره کفر چو منی گزافه آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود و ترک نمیشد بسیاری از فرائض دینی، میبینید چگونه ناجوان مردی اقتصادی میکند در یه صحنه، چگونه پای بر حقوق دیگران میگذارد و نتوانسته این عورت درونی خودش رو بشناسد و این ضعف مالی خودش رو. چطور توی صحنه قرار میگیرد، لب باز میشود، مطالبی رو گفته میشه و بعد ممکنه توجیه هم بکنه انسان خودش این مطالب رو. این عورت پنهانه، این ضعف پنهانی است که در وجود ماست و آشکار نشده برامون. امام هشدار میده این طور نیست که تمام نقاط ضعف شما آشکار باشد. پس چه بکنیم؟ برید وارسی کنید، برید واکاوی کنید وجود خودتون رو، بهتر خودتون رو بشناسید. یکی از نکاتی که عزیزان عجیب است و باید خیلی به این توجه کنیم، اینه که ما از خودمون تغافل داریم. یعنی ما اون دقتی که نسبت به دیگران، ذره‌بینی که رو عیوب دیگران میگذاریم، 1/10 رو عیب خودمون نمیگذاریم و به تعبیر قدیمی های خودمون کور خود و بینای دیگران میشویم، لذا عیوبمون رو نمیبینیم. لازمه کار اینه که به شدت منتقدانه، سختگیرانه مچ خودمون رو بگیریم. اگه یه حرفی رو اظهار نظری کردیم در یه جایی، ببینیم واقعا این اظهار نظر از کجا برخاست. پیرامون یه شخصی، نام یه کسی مطرح میشه، میبینید حال روحیتون عوض شد. چرا؟ چه دلیلی داره الان؟ موفقیت یه انسان رو براتون میگن فلان کس در این رتبه علمی رسید، فلان کس این جایگاه اقتصادی رو پیدا کرد. اصلا خلقتون تنگ میشه، روتون ترش میشه. چرا این حالت به ما دست میده؟ این نیست مگر اون حقد و حسد درونی ما که داره این عورت درونی حالا خودش رو چیکار میکنه؟ ظاهر میکند و آشکار میکنه. یعنی ما خیلی ضعف داریم، متاسفانه توجه نداریم به ضعف هامون. پس این جمله امام بسیار نکته آموزنده است برای اونها که البته میخواهند در وادی کمال قدم بزنن، اونهایی که مایلن عیوب خودشون رو بشناسن و به دور بریزن. امام فرمود گمان نکنید که فقط عیوب ظاهریتون رو دارید درمان میکنید، نه، برید بشناسید، اون لایه‌های پنهان وجودتون رو جراحی کنید و برون بکشید و عیب‌های نهفته در جان رو به در آورید و درمان کنید تا به سلامت و عافیت این وادی و مسیر زندگی رو طی کنید. لیس کل عورت تظهر ولا کل فرصت تصاب. جمله بعدی ولا کل فرصت تصاب. و این گونه نیست که هر فرصه و هر موقعیت مثبتی که برای شما دست داده است اصابت با آن شود.
یعنی به آن برسید و درک آن کنید. مشابه این تعبیر رو یه نوبت دیگه هم خدمت عزیزان در قسمت‌های پیشین این کلام نورانی و نامه حضرت خواندیم که این جمله هم جمله آموزنده در زندگی، یعنی مؤثر خیلی در زندگی. این توقع رو نداشته باشید. گاه ما در صحنه‌ها از پیش داوری کردیم، یعنی آقا رفتن به خواستگاری این خانم، از قبل همه چی دیگه در ذهنش تمام است، این آقا جوان که دیگه تمام شده است و پاسخ گرفته است و تعیین مهریه کرده است و مراسم باشگاهش هم مشخص کرده، مجلس هم تاریخ همه چی هم تو تقویمش زده است. حالا جلسه دوم سوم که میره پاسخ مثبت میدن. متشرعین ما هم که این کار براشون راحته دیگه، وقتی میخوان جواب بدن میگن استخاره کردیم بد آمده، میگن استخاره کردیم بد آمده، ببخشید دیگه، حالا بالاخره استخاره است، نمیشه پا رو استخاره خدا گذاشتی، بد اومده دیگه. حالا چه حالتی به این جوان دست میده وقتی این پیش میاد؟ برای تمام کاخ آمالش تو سرش خراب میشه. بارها من دیدم و مراجعین این چینی داشتم که از اصل ازدواج منصرف شدن، اصلا زن گرفتن رو دیگه بر خودشون حرام کردن، از جنس بانوان حتی حالت خاصی بهشون دست داده است. چرا؟ به دلیل پیش داوری، قضاوت و حالاتی که در ذهنشون قبلا ساختن. اگر از ابتدا واقع گرانه می اومد، به تعبیر اون بنده خدا بالاخره میگفت از نظر ما تمام از 50% ما، وقتی که اومد و واقعا با این شیوه نگاه میکرد که حالا بالاخره ببینیم تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، اگر واقع گرایانه به این صحنه نگاه میکرد احتمال میداد که نبشنود و بله، بعد اگر هر کدام را میشنوید نه ذوق آنچنانی میکرد، جان میباخت، قالب توهی میکرد از این شادمانی، نه از این یأس و فسردگی تلف میشد و ناامید میشد در بقیه مسائل زندگیش. این نکته مهم است تو همه صحنه‌ها عزیزان. اگر آدمی در تمام صحنه‌ها تلاشش رو میکند، سعی خودش رو میکند، اما منتظر است تا ببیند که نتیجه چه میشود، یه احتمالی و یه درصدی رو میگذاره که اگر نشد چه بکنم و باید چه تصمیمی بگیرم، رفتار بعدی من چیست، نقشه دوم من چیست. این نقشه اول جواب نداد، نقشه دوم مثل این همین شیوهی که مربیان رو نمیدارم عرض به خدمتون استادان فن در بازی‌های ورزشی و در ورزش‌های مختلف دارن، این تاکتیک اول نشد تاکتیک دوم پیاده می‌کنیم. یعنی این آمادگی رو داشته باشه. امام فرمود ولا کل فرصت تصاب، اینطور نیست که تمام فرصت‌هایی که شما دارید بهش اصابت خیر کنید و برسید و دریابید اون رو. نه، گاه ممکن است نتوانید. آمادگی رو داشته باشید که بعد چه باید بکنید و چگونه رفتار کنید. به دنبال اون فرمود و ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمی رشده. خیلی خدا میداند اینها نکات عجیب و نابی است که حضرت در عین سهولت و سادگی بازگو می‌فرمایند. حالا گاهی این مطالب رو می‌بینید یه کتاب نوشته میشه که میخواد این مطلب قبلی که من عرض کردم بازگو کنه. یعنی یه نویسنده میاد 200 صفحه کتاب مینویسه که شما در رسیدن به خواسته هاتون نباید ناامید باشید و اینطور نیست که به هر خواسته برسید و چنین چرا. 200 صفحه کتاب همین یه کلمه است. امیرالمومنین با یک کلمه کوتاه موجز ظریف دنیایی از مطلب رو برون میکشد، خیلی ساده و خودمانی در عبارات روشن تقدیم مخاطبانش میکند و هدیه میکند به انسانها و جامعه بشریت و دوستانش. فرمود بدانید که و ربما اخطأ البصیر قصده، بسیار پیش می آید، بسا پیش می آید، نگیم بسیار چون ربه است دیگه جنبه، بسا پیش می آید برای انسان بصیر و آگاه و روشن ضمیر که خطا می کند و بسا پیش می آید انسانی که بینش درستی ندارد به رشد و ثواب می رسد، به هدف می رسد، درست عمل می کند. یعنی چه؟ خب توقع ما اینه که انسانی که بصیر است و آگاه است دیگه این طبعا خطا نمی کند و با سنجش درست و محاسبات دقیق ما را هدایت می کند، راهنمون می کند، خودش به خواسته ها می رسد. و از انسانی که اون بینش رو نداره، بصیرت رو نداره، آگاهی لازم رو نداره، ما توقعی نداریم که بتواند دلیل راهنمای راه باشد یا خود اون به مقصد برسد. ما در انتظار اونیم که از وادی به برون رود و خطا کند و اشتباه کند. اصل اینه. اما امیرالمومنین فهمد که همیشه این گونه نپندارید، همیشه این گونه نباشه که حسن ظنتون رو 100% به یه نفر کامل کنید. یعنی بدونید انسانهای بصیر همگاه خطا میکنن، خلاف توقعتون نشه اگر یه خطایی رو از یه کسی دیدید.
باز این چه نکته مهمه که واقعا در روابط اجتماعی ما عجب تاثیر داره. یکی از آفاتی که ما مبتلاییم و این رو عزیزان باید از ذهنمون دور کنیم، قانون همه یا هیچ است. شما یه نفر رو میشناسید، 20 سال با هم رفاقت دارید، حالا یه کلمی به شما میگه، یه جمله‌ای به شما میگه، یا چیز در موردش میشنوید، میگید فلانی برای من دیگه تموم شد. یعنی چی تموم شد؟ شما 20 سال رو به یک صحنه عوض کردید؟ تمام رفاقت، تمام محبت، تمام دوستی با یه خطا؟ اگر پروردگار عالم بخواد با بندگانش این گونه عمل کنه چه میشود؟ ما ترک علیها من دابه. به تعبیر قرآن یه جنبنده رو زمین نمیمونه اگر خدا میخواست اینطور رفتار کنه. قانون الهی این است که فرصت انسان ها داده میشه و هیچگاه یه خطاشون پای تمام خوبی هاشون گذارده نمیشود. اصلا این چنین نیست. ما همه یا هیچ، فلانی یا خوب است یا بد است. دیگه این شیوهی که بگیم این عملش خوبه این عملش بده، اینطور نیست. حالا که اصل اینه، قانون الهی اینه. اولیاء خدا اینطور نگاه میکردن، گاه انتقاد میکردن از عزیزانشون، میفهمدن فلانی من تو رو خیلی دوست دارم اما این عملتو دوست ندارم. پس تفکیک میکردن بین عمل و عامل در بسیاری از موارد. من این رفتار تو رو نمیپسندم اما دلیل نمیشه که دیگه رفتارهای دیگر تو رو هم نپسندم و ارج ننهم. این چقدر انسان رو آزاد میکنه و چقدر انسان رو تو روابط موفق میکنه و چقدر موجب میشه که انسانها سوخت نشن. چون تو بحث‌های سازمانی ما این رو داریم که اگر بنا باشه مدیران با یه خطا و اشتباهی مجموعه عواملشون در سازمان، کارگزارانشون یه عکس العمل شدید انجام بدن، اینها رو این چنین کنن اون چنان کنن، این میشه نیروسوزی. وظیفه مدیر نیروسازی است نه نیروسوزی. نمیتونه که زود اینها رو با یه نکته چنین رو چنان کند. اینجا جاییست که باید سماحت باشه، اینجا جاییست که باید شرح صدر باشه، تحمل، تولرانس، باید حالتی باشد که انسان نیروهای خودش رو تحمل کنه و از دست نده. امیرالمومنین فرمود منتظر باشید، اگر دیدید یه بصیری خطا کرد تعجبتون نزنه. عرب‌ها یه جمله‌ای دارن خیلی جالبه، میگن ان الجواد قد یکبو و ان الصارم قد ینبو. جواد اون نیست که در ذهن مبارک شما میاد. توی یکی از معانی اولیه کلمه جواد یعنی اسب جالب و کاملا تیزرو و تیزتک. میگن ان الجواد قد یکبو، اسب کامل جامه هم گاه آلیز میزند گاهی لنگ میزند زمین میخورد. و ان الصارم قد ینبو، اون شمشیر تیز برنده هم گاهی کند میشود. و ان الصارم قد ینبو فمن ذا الذی ترضی سجایاه کلها کفر مر نبلا ان تعد معایبه. کیه که تمام رفتارها و خصالش خوب باشه جز اون بزرگوارانی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. فمن ذا الذی ترضی سجایاه کل، کیه که تمام خصالش شایسته باشه. این انتظار رو نداشته باشید. کافیست برای انسان که عیوب قابل شمارشی داشته باشه. این انسان خوبیه. البته گاهی مزاح میکنیم به دوستان، نه اینکه مثلا بگید آدمکش، جانی، سارق، قاتل، این دو تا سه تا عیب داره، نه، منظور چیز دیگری است که میگوید این حکیم حکمتدان. این که بدونیم عیوب معدودی دارد، این انسان خوبی است. ولی ما توقع نداریم که کسی رو ما پیدا کنیم که پاک و پاکیزه باشد و این چنان. امام فرمود پس این انتظار رو داشته باشید، جا نخورید اگر دیدید انسان بصیری هم خطا کرد. از اون طرف پاری از انسانها رو به دلیل اینکه بصیر نیستن، به دلیل اینکه حکیم نیستن، به دلیل اینکه عالم و فرهیخته نیستن، اینا رو حذفشون نکنید. گاه ممکنه همونها هم یه فکر بدن، یه نظر بدن، یه کاری بکنن که 100 دانا در آن حیران بماند. گاه ممکنه اینها اینطور عمل کنن. این توقع رو هم داشته باشید. گاهی در متون روایی داریم گاه ممکن است حکیمی سخنی بگوید که خیلی محل کلام باشد، یه سفیهی سخنی بگوید که شما رو چنان بالا ببرد. پس این انتظار هم داشته باشید. یه نگاه حذفی و یه نگاه غیر قابل قبول به بعضی ها نداشته باشید. خیلی این جمله هم از جملات تکان دهنده و پرمغزی است که حضرت فرمود و ربما اخطأ البصیر و قصده. چه بسیار گاه پیش میاد، ربما پیش میاد که انسان بصیر از قصد و اون مقصد اصلی خطا میکند و انسان اعما که اون بصیرت را ندارد میرسد. رشد یعنی رسیدن به هدف، به هدف میرسد و میرساند شما را.
اخر الشر فانک اذا شئت تعجلته. من استدعا میکنم عمیق، به حمدالله التفات رو دارید، باز عمیق‌تر به این جمله توجه بفرمایید. امام میفرماید به تأخیر افکن شر را، فانک اذا شئت، تو هرگاه که بخواهی میتوانی این شر را عمل کنی. یعنی چه؟ در باب خیر و انجام عمل خیر این نکته رو داریم در تعالیم دینی که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. راهی است راه عشق که هیچش کرانه نیست. آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. در کار خیر حاجت، تا میرسد اونجا که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. به ما میگن در کار خیر وقتی یه چیز خیری تو ذهنت اومد، خیر الخیر ما کان عاجلو، سریع انجام بده، معطل نکن. به مجرد یه نیت و یه فکر خیر. خاطرم هست همین چندی قبل، یه ماه قبل در یه جایی یکی از آقایون اومد، بحث خیلی جدی تکان دهنده بود واقعا در این بی‌تعلقی و این مسائل. اومد گفت فلانی من فلان جای ملکی دارم، این مبلغ خیلی بالا، گفت خیلی بالا، گفت من این ملک دارم، همین الان یه کسی رو بگو بیاد که من یه تعهدی بدم که نیمی از این ملک، 3 دانگی این ملک رو در فلان کار انجام بدم. از این در من بیرون نرم، چون اگه از در برم بیرون معلوم نیست این کارو بکنم. واقعا همینه. خیر الخیر ما کان عاجلو، فرمودن هرگاه نیت خیری به ذهنتون اومد سریعا عمل کنید. به دلیلی که وقتی میرید منزل مشورت میکنید با آقازاده ها، با آش خانم، بعد نظر عوض میشه، میگن چراغی که به مسجد رواست به خانه رواست به مسجد حرام است. بعد میگن مگر این کارا رو ما نمیخوایم بکنیم، حالا مگه تو پیغمبر شدی که غم امت بخوری؟ با فلان دوست مشورت میکنید، میگه بابا ول کن بی خیالش شو، چنین و چنان. و خوشبختانه تو جامعه ما هم که مانع خیر خیلی الحمدلله، خیلی ها که خودشون نمیتوانن خیری رو انجام بدهن، همتشون رو جزم کردن که دیگران هم خیر انجام ندهن. دست از دامنت رها نکنم تا تو رو همچه خود گدا نکنم. اینم یک عزمیه بالاخره در میان خیلی از ما. لذا فرمودن وقتی خیری رو تصمیم گرفتید عجله کنید، یعنی تأخیرش نندازید، انجام بدید. به دلیل این که ممکن است انسان است، تبدل رأی حاصل میشه، حالات دیگری براتون دست میدن. حالا دقیقاً نقطه مقابل این اون طرف رو نگاه کنید. هنگامی که یه نیت شری تو ذهنتون اومد، خواستید یک شری رو برسانید به کسی، اقدام به یه گناه کنید، اصلاً یه تصمیم بد و غلطی رو بگیرید در زندگی، عکس اون شما را به خدا قدری تأخیر بیندازید. این یکم تحمل کنید، سریع انجام ندید. چرا؟ بسا نوری بتابد، لطفی بیاید، ناصحی سخنی بگوید، دوستی حکمتی را به شما منتقل کند و موجب بشه این تصویف و تأخیر شر که شما این شر رو دیگه عمل نکنید. دقت فرمودید؟ این تفاوت بین این دو مقام. یه جمله دیگه هم اضافه کنم اینجا خدمت عزیزان. ببینید برای انجام کار خیر از زمانی که ما تصمیم بگیریم تا به نتیجه برسد زمان بسیار است. این دوست جوان من، دانشجوی عزیز من، تصمیم میگیرد آقا معلم دیگه من میخوام این ترم اینطور کنم، به من موضوع بدین، تحقیق بدین فلان. ما بهش میگیم اما تا زمانی که این نتیجه تحقیقشو برای معلم بیاره 2 ترم بعدم گذشته که نتیجهشو میاره. اما اگه همین دانشجو از الان تصمیم گرفت گفت آقا من میخوام قید درس و کلاس همه چی از همین امروز میخوام مثلا هیچ چی نخونم، مقدمه نیاز داره؟ نه. شما برای انجام شر نیاز به مقدمه و زمان ندارید، اما برای انجام خیر نیاز به مقدمات و زمان دارید. وقتی شما میخواید به سلامت این جاده را طی کنید و به مقصد برسید، در تمام راه این حالت رو دارید تا به سلامت و عافیت به خانه میرسید. اما اگر بناتون بود این کار نکنید، هم پیچ اول به جایی که بزنید به کنار میزنید به کنار و میره تو دره. حافظ خلوت نشین دوش سوی خانه شد، در سر پل میگذشت وارد رودخانه شد. گاه ممکنه اینطور باشه. بالاخره یعنی میخوام بگم برای انجام شر، برای یه لگد زدن یه چیزی رو خراب کردن که مقدمه نیاز نداره، اما برای انجام خیر چی؟ صدها مقدمه میخواهد.
بررسی ها میخواد. لذا از خیر اراده اون تا انجام شدن و اون بازه زمانی داریم، اما از تصمیم شر تا تحققش خیلی زمان نداریم. لذا هر وقت دلت خواست شر انجام بدی میتونی، اما هر زمان خیر بخواهی نمیتوانی. خیلی نکته عجیبی رو حضرت بازگو میفرمایند، واقعا عجیبه، حکیمانه است. به همین خاطر فرمودن به اخر شر، نیت شر، فکر شر، اقدام شری رو که خواستی بکنی به خودت رحم کن، یه مقدار این رو تأخیر بنداز. فإنک اذا شئت تعجلته. چرا؟ چون هر زمان بخوای مجدد اینو انجام بدی سریع انجام میدی. اما برای خیر الان شرایط مهیاست، بعد ممکنه شرایط مهیا نباشد. خاطر مبارکتون هست اینو در تفسیر یا در همینجا محضر مبارکتون اشاره کردیم که تعابیری که خداوند در مورد جهنم تو قرآن به کار میبره همه تعابیر چیست؟ سراشیبی، حاویه، حطمه، همه شیب است. یعنی رفتن به جهنم زحمت نداره، میشه از این خانه خدا بیرون رفت تا ظهر 10 تا جهنم 6 دانگ خرید. اما تعابیری که در مورد بهشت داریم چیه؟ فلقتحم العقبه و ما ادراک ما العقبه. گردنه عقبه، گردنه حیرانه، ماشین نمیره بالا، کمک میخواد، نفس چاق میخواد که برد بالا. یعنی در مورد بهشت رسیدن و وصول بهشت مشقت بیشتری داره تا جهنم. چرا؟ چون که شیب راحت انسان با یه خطا و اشتباه میره. اما آیا بهشت رو هم میتوان به این سهولت و ارزانی خرید؟ نه. بنابراین اگر نیت خیر آمد و فکر خیر آمد، معطل نکن، شروع کن تا به نتیجه برسد، زمان میبرد. اما شر اگر خواستی انجام بدی تعجیل نکن، چون هر زمان که بخواهی میتوانی این شر رو متاسفانه انجام دهی. و قطیعت الجاهل تعدل صلة العاقل. بریدن و قطع کردن از این دو جور اجازه فرمایید چون خیلی زیباست، میشه دو جور معنا کرد این کلام امام رو. با جهات صرفی عرض میکنم دو جور. و قطیعت الجاهل تعدل صلة العاقل، یه معناش این میشه که اگر یه جاهلی از تو میبرد، قطیعه او و قطع کردن و جدایی از او معادل با صله عاقل. یعنی اگر یه جاهلی از تو چیزی را دریغ میکند خوشحال باش، این معادل است با این که یه عاقلی به تو یه خیری را برساند. این جای نگرانی نیست. اگر یه عاقلی به انسان بگوید دست مریزاد، مرحبا، انسان لذت میبره. اگر یه عاقلی به انسان یه ناسزایی بگوید و یه اتهامی وارد کنه، انسان میسوزه. اما اگر یه دیوانه مخبلی یه مطلبی رو به انسان گفت، جای تأثره؟ نه، جای تأثیر نیست. اما اگر یه منتقد حکیم یک مطلبی رو و یه نقطه ضعفی رو و یه مطلبی رو گفت، این انسان رو باید تکان بده که عجیب است. امام میفهمد قطیعت الجاهل تعدل صلة العاقل. اینه که جاهلی تو رو قطیعه به تو داشته باشد، دست محبتش رو از تو بردارد، نگران نباش، این معادل میشه با صله عاقل. یعنی میتوانی از خیر عاقلان برخوردار باشی. این یه معنا. حالا اون معنای شایعی که شراح نوشتن اینه، بازگو میکنن اینه، و قطیعت الجاهل تعدل صلة العاقل. تا زمانی که با انسانهای ناآگاه و غیر عالم و غیر موجه مرتبطی، بدون از صحبت و نفس و دم عاقلان محرومی. یا جای تو یا جای من است. تو مسیر زندگیت انتخاب کن، یا با این گروه هم نشینی میکنی یا با اون گروه. نمیشه جمع، نمیشه این دو. نمیشه همدم جاهلان باشی و منتفع از صحبت و اغتنام فرصت عاقلان ببری. قطیعت الجاهل، ببر از انسانهای سفیه جاهل تا وصل کنی، خودت رو متصل کنی به انسانهای حکیم عاقل، انسانهای موجه شایست. یا با یه گروه بدنام تو جامعه می نشینی، افراد خوشنام نمیپذیرنت، یا با اینها میبری، بعد میری در بزم خوبان قرار میگیری. خیلی جمله مهمی رو باز در روابط اجتماعی حضرت فرمودن. من امن از زمان خانه و من اعظمه اهانه. من امن از زمان خانه، این هم جمله عجیبی است. کلمه امنه از همون ماده امان می آید، چون میدونید
ایمان یه ریشه اون امان است، یه ریشه اون امنه است که به معنای تصدیق و باور است، یه ریشه اون نه، امنیت است. لذا مؤمن به کی میگید؟ اولا مؤمن نام کیست؟ نام خدا، چون خداوند امنیت میدهد به انسانها. به انسان مسلمان که مؤمن میگید یعنی امنیت رو از خدا میگیرد و دیگران از وجود او چی اند؟ در امانند، از زبان او، از عمل او امنیت دارند. فرمود من این به این معناست، من امن از زمان خانه. هر کسی که احساس امنیت از زمان میکند، زمان به او خیانت میکند. این جمله پیچیده این جمله حضرت، من به دو سه شکل بازگو میکنم، مطلب رو استفاده میکنیم. یک این که مراد از زمان یعنی شرایط و موقعیت هایی که انسان ها تو دنیا دارن، یعنی اون چه که با اون دل میبندن و تکیه میکنن. مردم به چی در دنیا تکیه میکنن؟ یا به مال، یا به مقام و جاه، یا به جمال و زیبایی. من امن از زمان خانه. هر کسی که به اینها تکیه کنه از همینها ضربه میخورد. اونی که به مال تکیه میکنه یحسب ان ماله اخلده، چنین تصوری دارد از طریق همین مال و ثروت زمین میخورد. اون کسی که به مقام و میزش تکیه میکند، بدونید این خوش تکیه‌گاهی نیست، از همین مسیر قدرت زمینگیر خواهد شد و میبیند تاوانش رو پس میده. اون که به جمالش، به شهراشو بودن خودش، وقتی مزاح میکردم به دوستان اونایی که وقتی سوپر استارهای جمال دنیا بودن، حالا باید تو فلورانس و کنج روم چیرک‌های صورتشون را آن با آن تون بتون ماه به ماه عمل کنند. اونها که به جمالشون تکیه میکنند خانه میبینند، اونها که به ثروتشون تکیه میکنند میبینند آن را به تبی برند و آن را به شبی. پس باید جای دیگری رو به عنوان تکیه‌گاه، چیز دیگری رو به عنوان تکیه‌گاه پذیرفت و قبول کرد. عزیزان، نه مال قرار دارد، نه جاه قرار دارد، نه جمال قرار و ثبات دارد، بلکه مال آفرین، مقام آفرین و جمال آفرین است که باید به او متصل و متکی شد که و توکل علی الحی الذی لا یموت. اوست که تکیه‌گاه اصلی است و تکیه به او پاسخ میده و جواب میده. میشه همون جمله دیروزمون که محکمترین سبب بین تو و خدا باید برقرار باشد. این بهترین سبب است که تو رو نگاه میدارد و حفظ میکنه. پس این یه نکته و یه بحث خیلی مهم. استفاده دوم، من امن از زمان خانه. مراقب حوادث روزگار باشید. الان ببینید تو مسائل مالی و اجتماعی ما یه نهادهایی داریم در جامعه که اینها جمعیت‌هایی هستن که حوادث غیر مترقبه رو رصد میکنن و آمادگی دارن. فلانجا زلزله میاد، فلانجا سیل میاد، میبینید جمعیت هلال احمر چه نیروهاشون رو میفرستن و وارد صحنه میشن. یعنی اینا مترصدن، اینا کاملا مراقبن. من امن از زمان خانه. اگر کسی اینطور نباشه، مراقب نباشه، با خیال آسوده به روزگار نگاه کند، یقینا دچار مشکل میشه. یعنی منتظر خیلی از حوادث باشید، منتظر خیلی چیزها باشید، آسوده خاطر گمان نکنید که آب از آب تکان نمیخورد، بلکه با یک حالت منتظره، با یک پیشبینی، با یک توقع و با یک کاملا هوشیاری و فراست به امور نگاه کنید که کاملا غافلگیر نشید. من امن از زمان خانه و من اعظمه اهانه. الله اکبر، الله اکبر. چی میگد امیر المؤمنین؟ و من اعظمه اهانه. و کسی که زمان در نظرش خیلی بزرگ بیاد، روزگاران او را مهین میکند، مهین میکند، پست میکند و تحقیرش میکند. برگردیم به اون تفسیر اول. هر کسی که به همون تکیه‌گاه ها که عرض کردم، مال در نظرش بزرگ می آید، مقام در نظرش بزرگ میاد، جمال در نظرش بزرگ میاد، بعد میدونی چه اتفاقی میفته؟ خیلی طبیعی است، این سازوکار معنوی نداره، مادی دارم عرض میکنم. اگر مال در نظر انسان بزرگ اومد، شد تمام همت، بعد برای رسیدن بهش چیکار میکند؟ از هر پلی میگذرد، به هر چیزی متوسل میشه، هر سازوکاری رو انجام میده، بعد نتیجه چی میشه؟ تحقیر و توهین. مقابل هر کسی گردنشو کج میکند، ناز هر کسی رو میکشد برای رسیدن به این موقعیت مادی که دلش میخواد. برای اغنای این شهوتش حاضر همه پستی ها و رذالت ها رو به خودش تحمل کند. برای رسیدن به این مقام حاضر است ناز هر کسی رو بکشد و هر تملق و چاپلوسی رو هم انجام بده. نه،
بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی. اشک ما ناله ما، باده ما شیشه ما. عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. انسان‌های آزاده، انسان‌های وارسته، انسان‌های مؤمن توهین و تحقیر رو برای رسیدن به دنیا تحمل نمی‌کنن، نه برای مال، نه برای مقام، نه برای جمال. اینها به هر قیمتی که هر چیزی رو نمی‌خوان. اینها حرمتشون، کرامتشون رو، انسانیتشون رو مقدمه بر این مسائل می‌دانن. امیرالمومنین فرمود و من اعظمه، بدونید اگر خیلی براتون بزرگ شد، تمام همت انسان رو رسیدن به این موقعیت اقتصادی یا به این پست، بعد اهانه کوچیک باید بشید. یعنی خودتون رو باید ببینید. این یه چیز بگم، یه معادله بگم عجیبه. این اگر هر امری در چشم انسان بزرگ بیاید، نتیجهش آن است که انسان در مقابل او کوچک می شود. اگر هر چیزی در چشم انسان آنگونه که تصور می کنیم بزرگ نباشد، نتیجه این میشه انسان در قبال او بزرگ میشه. یا ما کوچک میشیم در قبال مسائل، یا امور در قبال ما کوچک می شود و ما بزرگ میشیم. این جمله رو خاطرتون هست؟ چقدر تکان دهنده است که امیرالمومنین در حکمت 289 فرمودن کان لی فی ما مضى اخ فی الله کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. من یه برادری در گذشته داشتم، اینو من شرحش کردم در قبلها. سیمای برادر در دانشگاه فردوسی گفتیم وقتی کان لی فی ما مضى اخ، من در گذشته یه برادری داشتم. بعد میگن کیه؟ امام داره برادرش این 12 ویژگی کدوم برادر؟ آیا عقیل رو میگن؟ میگن نه، این برادر نسبی نیست که علی میگد، مراد ابوذر است، شاید مراد عمار باشد. نه، همه اونها که این ویژگی ها رو دارن میشن برادر علی. اولین خصلت رو گفت کان یعظمه فی عینی. این برادر در چشم من خیلی بزرگ بود. چرا؟ به دلیل اینکه صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در چشم او کوچک بود. هر مقداری که انسان این دیدگاه رو پیدا کند، شخصیتش بزرگ میشه در پیش خدا و اولیاء و خدا. اصلا خودیافتگی پیدا میکند و الا چی پیدا میکند؟ خود باختگی پیدا میکند. در قبال یه چیزی خودشو میبازه. به خاطر یه گوشه‌ای که بهش نشان میدن دست از همه چیز بر میداره، حاضر خودش بفروشه، ناموس بفروشه، وطن بفروشه، به خاطر یه نمیدونم فلان، به خاطر تکه کاغذ حاضر خیلی کارا بکنه. خیلی کوچیک شده. فرمود و من اعظمه اهانه. لیس کل من رما اصاب. هر کسی که تیر میزند که به هدف نمیزند. گمان نکنید هر تیراندازی به هدف میزند. برید اهلشو پیدا کنید به یه بنا، به یه معنا. لیس کل من رما اصاب. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. که در گدا صفتی کیمیاگری داند. خیلی زیباست این غزل. اینطور نیست که هر کسی مدعی شد این کسی است. لیس کل من رما اصاب. شما این چقدر مخصوصا تو این بلبشویی که الان شما میبینید تو دنیای امروز ما، دامنه اون مملکت خود ما رو هم میگیره. هر کسی دکانی دستکی باز میکنید، این رو نمیدونم نشسته پشت تریبونی تو این شبکه تو این فلان، رد و یابس، پرت و پلا، مدعی بسیار چیزها. لیس کل من رما اصاب. گمان نکنید که هر کسی اگر میگوید من فلان میدونم، عرفان چیز کشف کدوم عزیز من از بکار بردن کلمه عرفان کاذب اجتناب میکنم. اینو پارادوکسیکال میدونم، غلط این کلمه. ما اصلا عرفان کاذب نداریم، چون اونها که شما میبینید ادعای عرفان میکنن، یه مش جادوگری آمریکای جنوبی رو میگن عرفان، یه مش نفسانیات اقناع شده شرق رو از شبه جزیره دکن اسم میزنن عرفان. عرفان میدونید در حقیقت یعنی چی اصلا؟ ما برای رسیدن به خدا 3 راه داریم: حس و عقل و شهود. یعنی از حستونه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. میرید در عالم طبیعیات و تکوین خدا رو پیدا میکنید و خدا این که در آن نزدیکی است، پای اون کاج بلند، میرید خدا رو پیدا میکنید. یا اینکه با برهان و استدلال و
برهان صادقین و صدیقین با دلیل منطقی و ذهنی قوی و محکم، بو علی سیناوار، خواجه نصیرالدین توسیوار، صدر المتعلهین شیرازیوار، علامه هلیوار میاد خدا رو میابید با برهان و استدلال از طریق ذهن و عقول، یا این که از طریق دل و شهود. یعنی این جان و دل رو پالودش میکنید، صافش میکنید، میشه آینه. زیربنای این چیه؟ حب. حب حب راه شناخت مبتنی بر محبت که با سازوکار صفای باطن است نسبت به خداوند، نام آن چیست؟ عرفان. حالا هرچی تو این معادله جا میگیرد عرفان است، و الا که کشک است. این که عرفان چی بوده عزیز من؟ دل خوش کردن بعضیا و متاسفانه دکانداری و دیگران هم فریبشون رو میخورند و متاع اونها رو میخرن مع الاسف، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. لیس کل من رما اصاب، نه اینکه هر کسی تیر مندازد به هدف میزند، اینطور نیست که این چنین باشد. البته معنای دومی هم که استفاده کنیم برمیگرده به اون بحث قبلی که گفتیم که لا کل فرصت تصاب. اینطور نیست که توقع داشته باشید که هر تیری زدید به هدف بخورد. بدونید ممکنه 10 تا بزنید یکی به هدف بخورد، پس بازوتون قوی باشه برای زدن تیر. برای اقدام نسبت به اعمالتون. از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. لیس کل من رما اصاب، اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. الله اکبر. هنگامی که سلطان تغییر می کند، زمان تغییر می کند، شرایط تغییر می کند. باز دو نگاه، یعنی کلمه سلطان رو گاه میتونیم به معنای صاحب قدرت بدانیم، یعنی حکومت، یعنی سلطان، یعنی پادشاه به تعبیری، یعنی حاکمیت. گاه سلطان یعنی چی؟ لا تنفذون الا به سلطان، یعنی قوت. به هر دو معنا نگاه کنید. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. اگر حاکمیت ها روششون رو عوض کنن، بدونید روزگار عوض میشه. یعنی اگر تو سیاستشون تغییر دادن، عدالتشون به ظلم بدل شد، من ظلم رعیته نصر اعداءه. امیرالمومنین فرمود هر حکومتی که ظلم به مردمش میکند به دشمنانش داره کمک میکنه برای براندازیش. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. اگر حاکمیت ها روششون رو عوض کردن از عدالت و از خدمت جور دیگری، بدونید تغیر الزمان، روزگار چه می شود؟ عوض می شود. خیلی جمله سیاسی قوی است که وجود مبارک حضرت بازگو می کنند و مطرح می کنند. معنای دوم، هنگامی که حاکمیت ها عوض می شود، روزگار عوض می شود. یعنی چی؟ یعنی عرض به خدمتون همون جمله زیبایی که آن رسول حق قلاووز السلوک گفت الناس علی دین الملوک. خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. آن رسول حق قلاووز السلوک گفت الناس علی دین الملوک. مردم با حاکمیت هاشون تناسب دارن. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. وقتی حاکمیت ها تغییر می کند، خلق و خوی اجتماعی هم تغییر پیدا می کند. دو گروه هن که در سرنوشت اجتماع نقش به سزا دارن، العلماء و الامراء، عالمان و حاکمان. خود حضرت فرمود صنفان اذا صلح صلحت الامه و اذا فسد فسدت الامه. دو گروه هن که اگر صالح باشن جامعه به صلاحیت می رود، اگر فاسد باشن جامعه به فساد می رود. عالمان و حاکمان. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. این یک. معنای دوم که عرض کردم سلطان یعنی چی؟ یعنی قوت. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. هنگامی که قوت به ضعف بدل میشه، روزگار چی میشه؟ عوض میشه. این میشه همان که بالاخره قصه شنیدم که بلعلا به همه عمر لحم نخورد و زبات لحم نیازرد. اینو شاعر مشروطه میگه دیگه، بلعلای مرون شاعر معروف، هیچگاه لب به گوش نمیزد، گوش نمیخورد دیگه. بعد حالش بد شد و بالاخره طبیب براش از این شورباهای خوب اصفهانی براش تجویز کرد و بلاش آوردند و این بعد نگاه کرد، به تعبیر ما چنگ رو زد، دید این گوشت این مثلا جوجه مرغ فلان، این توی نگاهی کرد و گفت مرگ برای ضعیف امر طبیعی است. هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان.
وقتی انسان قوتش رو، توانش رو از دست میده، دیگه روزگار براش چی میشه؟ برمیگردد، جور دیگری میشه، ورق میچرخه، واژگون میشه. اذا تغیر السلطان تغیر الزمان. خودتون رو حفظ کنید. اذا تغیر السلطان و تغیر الزمان سل عن الرفیق قبل الطریق. خیلی زیباست این، تو ضرب المثل ها داریم. الرفیق ثم الطریق. میخواید سفر برید، هم میخواید برید عمره، به قول این دوستان میان خداحافظی میکنن، میخواید برید کربلا، میخواید برید نمیدونم فلان، هر سفری میخواید برید، قبل از رفتن سفر هم سفر را انتخاب کنید، چون آنی که لذت و حلاوت سفر را از شما میگیرد یا به شما میدهد هم سفر است. هم سفر 50% سفر است. لذا الرفیق ثم الطریق. اول رفیق راه رو ببینید، بعد راه را انتخاب کنید. حضرت فرمود سل عن الرفیق. بپرس از رفیق، رفیق رو برو پیدا کن قبل الطریق. قبل از اینکه بگی کجا میخوام برم، ببین با کی میخوام برم. این خیلی مهمه که اون لذت و حلاوت رو واقعا ببینید. با بعض از دوستان و عزیزاتون یه سفر ساده کوتاه رفتید ها، اما بعد از 20 سال حال بعد که میبینید میگید خاطرم هست واقعا تو اون سفر اینطور شد اونطور شد. اما بهترین سفرها رو رفتید، به حج تمتعتون رفتید، سفر معنوی رفتید، نمیدونم فلان جای، اما با یک کسانی بودید که وقتی اومدید گفتید ای کاش قلم پام میشکست نمیرفتم، زهرم شده این سفر، از بس نق شنیدم، از بس چه شنیدم، از بس چه شنیدم. این خیلی مهمه. حضرت فرمودن انتخاب کنید رفیقتان را، اونگاه راه را انتخاب کنید. و عن الجار قبل الدار. اینا اصلها، یعنی این اصل تأثیر خارجی رو حضرت دارن میگن. و از همسایه سوال کنید قبل از آن که میخواهید خانه بخرید. ببینید کنار این خونه کیه که میخواید بخریدش. این خونه رو میخرید، بعد میبینید چه خبرهاست در این شهر، چه شبهایی میگذارد در این خانه، در همسایگی شما، که دیگه واقعا هیچ میمونید چه بکنید. ابتداءً ببینید، محیطتون رو انتخاب کنید. فرمود عن الجار قبل الدار. من یه جمله دیگه اجازه فرمود بگم که دیگه چون بنا داریم فردا و پس فردا خدمت عزیزان تمام کنیم بحث رو. ایاک ان تذکر من الکلام ما یکون مضحکا. مثل این که بود وقت رو فکر میکنم برای بعض از دوستان و اشتغالات کاریشون رعایت کنم. حضرت میفرمان که بپرهیز از آن که بگویی سخنی را و حال این که این سخن مضحک باشه، ولو این که این را و این حکیتن، ولو این که این را حکایت از غیر میکنی. این جمله خیلی عجیبی است. ببینید ما یه صفتی داریم که پیامبر دارد، امیرالمؤمنین دارد، مؤمن هم باید داشته باشه، به نام دال عین الف ب هی آخر، دعابه. دعابه یعنی خوش طبعی، شوخ طبعی. پیامبر دعابه داشت. پیامبر دعابه داشت. یه کسی برای پیامبر هدیه آورد، یه اعرابی یه شیری چیزی آورد، عسلی آورد، شیری آورد. پیامبر گرفتن با اصحاب خوردند و بعد که خوردن گفت یا رسول الله پولشو بدید. گفتن مگه هدیه نیاورده بودی؟ گفتی که هدیه است، حالا پولش طلب میکنی؟ گفت یا رسول الله گفتم که بخندید. هرگاه تو چهره اصحاب غم می اومد، حضرت فرمودن عین الاعرابی، او اعرابیه کو که باز بیاد مرا بخنداند. توجه دارید؟ این خوش طبعی و شوخ طبعی خودش چیزی است، اما یه آفتی تو این وجود دارد که این رو حضرت بازگو میکنن. گاه شوخ طبعی تبدیل میشود به چی؟ به دلقک بودن، به این بهانه آبروی دیگران را به سخریه گرفتن. مشهدی ها این چنینند، اصفهانی ها اون چنانند. گاه به اینجا کشیده میشه و این میشه یه آفت بزرگ که اینجا جایی است که دیگه خنده از بیخردی خیزد. چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم. مگه میشه به آبروی دیگران خندید؟ مگر میشه برای اینکه 4 تا خنده تحویل ما بدن ما مطالبی رو بگوییم که حیثیت و شخصیت خودمون رو زیر سوال ببریم؟ نمیشه. فرمودن ایاک، بپرهیز از اینکه بگویی سخنانی را که اینها، حالا داری یه چیزی رو میگی اما با این گفتن شخصیت خودت رو به زیر میکشی، ولو این که از دیگری نقل کنی، ولو برات SMS کردن ها، میگی من SMS دارم حالا برات بفرستم، از خودت نیست. ببینید نقل کفر نیست ولو ظلمت میاره، نقل فحش نیست ولو ظلمت میاره.
ممکنه تو خودت این جمله رو نگفتی، از دیگران داری نقل میکنی، اما فرقی نمیکنه، در تحقیر شخصیت ما فرقی نداره. ولو این که از مگه بناس هر چی شنیدیم نقل کنیم، هر سخنی به دهان آمد بگوییم از دیگران؟ فرمود بپرهیز از این که مطالبی رو بگویی که به ظاهر داری مضحک که میخوای بخندونی، اما داری تحقیر میکنی هم به خودت هم به دیگران. بله، به جایی که لازم باشد آدمی شوخ طبعی کند، شوخ طبعی میکند که از خصوصیات مؤمنه که با تبسم داشته باشه و دیگران رو به تبسم وادار کند، اما با حدود و چارچوبش. در قسمت بعدی امام سخنی رو میگوید که این سخن بسیار جنجالی است. و ایاک و مشاورت النساء، بپرهیز از این که با زنها مشورت کنی. حالا یعنی چه؟ آیا چه توجیهی پای این سخن هست؟ و ادامه مطلب از حساس ترین قسمت های کل نهج البلاغه همین قسمته که پیرامون این حرفا زدن، مقالات نوشتن، کتاب ها نوشتن، اعلام جرم علیه امیرالمومنین کردن. این مطالبی داره که انشاءالله موضوع بحث فردای ما خواهد بود که خدمت عزیزان به جایگاه زن در نهج البلاغه به این بهانه میپردازیم. چون طول کشید من چیز دیگه عرض نمی کنم و السلام علیکم و رحمت الله.